سلام برای بچه، چه خبر؟ آقا امروز یه نور خریدم، لامپ که یکم فضا هیجانیش کنی. خب که همونطور که میدی نور قرمز گرفتم. خب آقا یه کلیپ براتون آوردیم خیلی باحال از مسلسل برمودا. نمیدونم تا حالا شنیده باشید یا نه. برای همین این مسلسل در اقیانوسه، خب که چندین هزار کشتی و هواپیما در اونجا غرق شدن. وقتی که میبینن در هواپیما در اونجا فرود اومده و غرق میشه در مسلسل برمودا، امداد که برای هواپیما اینا میامدن چه خبر شده اینا. خب که همون امدادگران در اونجا سقوط میکنن. خب بعد چند تا کشتی و اینا در اونجا غرق شدن و هنوز خبری نیست که ازشون. خب برای همین در اونجا غرق شدن. برای همین این مسلسل برمودا در یک دریاچه درست کردن که همین دریاچه وقتی که هر کی بره در اونجا غرق میشه. واقعا خیلی خطرناکه در مسلسل برمودا. حالا برم اون فیلم هایی که بهتون گفتم و براتون پخش کنم. چرا همینطور که دیدین این کشتی بود که غرق شد. یه محوطه درست کرد از مسلسل برمودا. خب و این مسلسل برمودا که به همینطور که براتون گفتم فوق العاده خطرناکه، هر کی در اونجا به غرق شده. The Bermuda Triangle, said to be a mysterious vortex claiming lives, ships, and planes at will. Something really strange is going on here, guys. Some are never found. Well, we searched, found absolutely nothing. Others turn up as headstones on the ocean floor. Among such feared supernatural phenomena as UFOs and alien abduction, the Triangle is a serious contender. Naked Science is setting out to unravel its secrets, finding out what lies behind the myth. Flying into the heart of the Bermuda Triangle. البته این همین هواپیمایی بود که در مسلسل برمودا هم سقوط کرد. برای همین این قواسه رفتن که با کاوشگری اینا کل مردم با چشمشون دیدن که مسلسل برمودا چجوریه. برای همین قواسه رفتن ته آب که این هواپیما که در مسلسل برمودا فرود اومد که پیدا کردن. همینطور که فیلمش حالا میذارم براتون. حالا از اول یک بار این فیلم رو ببینید که ببینید مسلسل برمودا به چه شکلی کشتی و هواپیما غرق کرده. اون ویدیو من خوشتون اومده باشه. عشق منین. خدا نگهدار.